بیماری پارکینسون یا پارکینسنس که به اختصار با نام PD هم شناخته میشه، یک بیماری حرکتیه که در اون نورون‌های سازنده دوپامین در سابستانشیا نیگرای مغز دچار دژنراسیون میشن. از شایع‌ترین اختلالات نورولوژیک به شدت پیشرونده با شروع بزرگسالی که در سنین بالا شایع‌تره، به طوری که 1% افراد بالای 60 سال درگیر این بیماری هستند. بیماری فوق اغلب اوقات دلیل شناخته شده ای نداره، اما در کیس های کمی امکان ژنتیکی مد نظره، مثلا جهش ژن PINK1، پارکین و آلفا سینوکلین، و در کیس های اندکی علائم پارکینسون میتونه به علت MPTP باشه، یک آلودگی سمی که در روانگردان MPPP یا دزمتیل پرودین یافت میشه که یک اوپیوید صنعتیه. توی سایر افراد یک سری ریسک فاکتورها معمولاً بیشتر از یکی میتونه با علت همراهی داشته باشه. مواجهه با طاعون یا واریانت های ژنی DNA مثل LRRK2. گذشته از عامل ایجادش، پارکینسون به علت مرگ نورون های سازنده دوپامین یا همون دوپامینرژیک ها در سابستانشیا نیگرا ایجاد میشه. عبارت سابستانشیا نیگرا به معنی ماده سیاهه که در اتوپسی مغز تیره تر از سایر بخش های مغز دیده میشه. در توضیحات ما اغلب سابستانشیا نیگرا رو به عنوان یک ناحیه منفرد میدونیم، اما در حقیقت 2 تا از اون در مغز یافت میشه که در طرفین مغز میانی قرار دارن. یک مجموعه از نواحی مغزی که حرکات ما رو در مسیر دستور از قشر حرکتی کنترل میکنه که در پارکینسون این نواحی تیره یا همون ماده سیاه به تدریج از بین میره. در زیر میکروسکوپ اجسام لویی که اینکلوژن های گرد اوزونوفیلیک ساخته شده از آلفا سینوکلین پروتئین هستند، در نورون های درگیر ماده سیاه دقیقاً قبل از مرگشون قابل مشاهده‌اند که عملکرد آلفا سینوکلین مثل اهمیت اجسام لوی ناشناخته است و باید بگیم که هر دوی اینها توی سایر بیماری ها هم دیده میشن، مثل لوی بادی دیمنشیا یا مولتیپل سیستم آتروفی. ماده سیاه ما به 2 زیر مجموعه تقسیم میشه، شامل پارس رتیکولاتا که سیگنال را از سایر بخش های بیزال گانگلیا با نام استریاتوم میگیره، ترکیب اسامی کودت و پوتامن، و نهایتاً پیام ها رو به سمت تالاموس میفرسته به واسطه نورون های ترشح کننده گابا یا گاما آمینو بوتیریک اسید. بخش دوم پارس کامپکتا نام داره و بخش درگیر ماده سیاه رو در پارکینسون تشکیل میده. بخشیه که سیگنال ها رو به سمت استریاتوم میفرسته، اما با نورون های ترشح کننده دوپامین. این مسیر رو نیگرو استریاتال میگیم که به تحریک قشر مخ برای شروع حرکت کمک میکنه. پس وقتی که نورون های پارس کامپکتا فانکشن خودشون رو از دست بدن، شخص میتونه وارد فاز هایپوکینتیک یا حرکت کم بشه که به صورت شایع در پارکینسون دیده میشه. علاوه بر کمک به شروع حرکات، ماده سیاه در تنظیم حرکتی که در حال اتفاق افتادن هم همکاری داره، یعنی هدایت به سمت علائم بالینی پارکینسون. علامت اول یا ترمور یک لرزش غیر ارادیه که بیشتر در دستها دیده میشه و به صورت کاراکتریستیک پیل رولینگ ترمور نامیده میشه، مثل غلتاندن یک دانه بین انگشتان شست و سبابه. ما با یک ترمور استراحتی طرف هستیم، یعنی در هنگام استراحت آغاز میشه و در هنگام حرکات ارادی محو. علامت بعدی سفتیه که ما این سفتی رو با نام سفتی چرخ دنده‌ای میشناسیم که در اون شل و سفت شدن‌های مرحله‌ای در هنگام حرکات پسیو قابل مشاهده است. سفتی که ازش یاد میکنیم همچنین دلیلی برای ظاهر خمیده و چهره ناگویای افراده. علائم بعدی شامل برادیکنزی به معنی حرکات آرام، هایپوکنزی به معنی کاهش حرکت و آکنزی به معنی نبود حرکت و همه اینها نشانه سختی شروع حرکت. مثال خوبی برای این موضوع سفت شدن کامل پاها در هنگام تلاش برای راه رفتن و همچنین شافلینگ گیت ها هستند به معنی قدم های کوچک. و در نهایت از نشانه های دیررس بیماری پوستچرال اینستیبیلیتی که مشکل تعادلی منتهی شونده به سقوطه. علیرغم این مشکلات زیاد حرکتی، پارکینسون ضعف به همراه نداره که دستاویزی برای تشخیص اون از بیماری‌هایی که قشر حرکتی یا مسیر کورتیکو اسپاینال رو درگیر می‌کنن. همچنین رستینگ ترمور ناشی از پارکینسون کمک می‌کنه تا از بیماری‌های مخچه‌ای تشخیص داده بشه که عامل تنشن یا اکشن ترمورها هستند. ترموری دقیقاً در نقطه مقابل رستینگ ترمور، یعنی ترموری که با حرکت بدتر میشه. در ادامه برادیکنزی و پوستچرال اینستیبیلیتی به ما کمک می‌کنن پارکینسون رو از ترمور تشخیص بدیم، چرا که اون هم زیر مجموعی از اکشن ترمور هاست. فعالیت‌های غیر حرکتی مغز هم میتونن توی پارکینسون تحت تاثیر قرار بگیرن.
عوارض شایعی مثل افسردگی، دمانس، اختلالات خواب و مشکلات بویایی که در مورد اینها این تفکر وجود داره که ناشی از دیسفانکشن در سیگنال‌های دوپامینی در سایر بخش‌های مغز بجز ماده سیاه هستند. به طور مثال در پریفرال کورتکس ما مشکلات شناختی رو داریم و همچنین مشکلات مربوط به سایر نوروترانسمیترها مثل استیل کولین. خب، خوشبختانه امروزه درمان‌هایی وجود داره که به رفع علائم پارکینسون کمک میکنه و این در حالیه که نورودژنراسیون همچنان ادامه داره. استراتژی اصلی این درمان‌ها افزایش مقدار سیگنال‌های دوپامینی در مغزه. در حالی که خود دوپامین قادر به عبور از سد خونی مغزی نیست، اما پیشساز اون یعنی لوودوپا توان عبور از این سد رو داره که بعد از عبور در مغز ازش دوپامین ساخته میشه به واسطه دوپا دکربوکسیلاز و بیشتر از همه در نورون‌های باقی مونده نایگرو استریاتال. شایان ذکر که ما دوپا دیکربوکسیلاز محیطی هم داریم که میتونه لوودوپا رو به دوپامین متابولیزه کنه، البته قبل از عبور از سد خونی مغزی، و سایر آنزیم ها میتونن این دوپامین رو به سایر کاتکولامین ها مثل اپینفرین متابولیزه کنن. دلیل اصلی مشکلاتی مثل آریتمی و با دید عمیق‌تر به همین دلیله که لوودوپا به همراه کربیدوپا تجویز میشه. یک مهار کننده دوپا دکربوکسیلاز محیطی که توان عبور از بلاد برین بریر رو نداره. استراتژی بعدی درمان استفاده از آمانتادینه که یک داروی ضد ویروسه که موجب افزایش ساخت داخلی دوپامین میشه، در حالی که مکانیزم اصلی اون هنوز مشخص نیست. استراتژی بعدی استفاده از آگونیست های دوپامینه که میتونن گیرنده های دوپامین مغز رو تحریک کنن که مغز رو به اشتباه میندازه که گویا دوپامین بیشتری وجود داره، مثل بروموکریپتین که یک ماده ارگوت یا قارچیه و همچنین پرامیپکسول و دوستش روپینیرول که البته قارچی نیستن. در رابطه با درمان بعدی میتونیم مهار کننده های COMT یا کاتکول آمین او متیل ترانسفراز رو نام ببریم که آنزیمیه که دوپامین رو بی اثر میکنه. این مهار کننده ها مثل انتاکاپون و تولکاپون آنزیم رو از تخریب دوپامین منع میکنن، بنابراین منجر میشن دوپامین بیشتری اجازه فعالیت داشته باشه. توی یک پروسه مشابه داروهایی رو داریم مانند سرجلین که کارشون مهار مونو آمین اکسیدازه و با نام MAOB هم شناخته میشن، یعنی مهار آنزیم متابولیزه کننده دوپامین. از اونجایی که معمولا یک بالانس بین دوپامین و استیل کولین وجود داره، کمبود دوپامین در استریاتوم موجب افزایش استیل کولین وابسته به اون میشه. پس آنتی کولینرژیکا میتونن برای بازگردوندن بالانس بین کولینرژیکا و دوپامین تجویز بشن، مثل بنزتروپین که به بهبود ترومور پارکینسون کمک میکنه. حالا یک درمان ویژه که برای پیدی در دسترس تحریک عمقی مغزه که به صورت کاشتن یک دستگاهه که امواج الکتریکی مستقیمی رو به بیزال گانگلیا میفرسته که کارش محدود کردن سیگنالینگ های ناهنجاره. در توضیح بیشتر عبارت پارکینسونیسم واژه‌ای برای توصیف علائم پارکینسون که در سایر مشکلات مغزی هم دیده میشه، مثل لوی بادی دمنشیا یا ویلسون یا پیک، یا حتی عوارض جانبی داروها از جمله آنتی سایکوتیک ها مثل هالوپریدول که گیرنده های دوپامین رو بلاک میکنه. همچنین متوکلوپرامید که آنتاگونیست دوپامینه و گاهی برای درمان حالت تهوع استفاده میشه.